پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. ابهامات زیادی در خصوص مرگ مشکوک آزاده نامداری، مجری سابق صدا و سیمای ایران وجود داره و اخبار عجیب و غریب و ضد و نقیض‌های زیادی در طول 7-8 ساعت گذشته بعد از اعلام رسمی خبر فوت خانم آزاده نامداری به وجود اومده که سری از این ابهامات رو مطرح میکنیم و آخرین اطلاعات و اخبار رو از نتیجه پزشکی قانونی و اتفاقاتی از این دست رو برای شما افشا خواهیم کرد. مرگ مشکوکی که طوفانی از حاشیه‌ها و اخبار رو در رسانه‌های مختلف به همراه داشت. Namdari is known in Iran as a proponent of the Islamic dress code. اما قبل از اینکه این آخرین اخبار و اطلاعات رو به شما بگیم که ابهامات عجیب و غریبی هم تا این لحظه در اومده، یه لطفی بکنید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که بتونید اخبار رو به لحظه دریافت کنید، چون هر ساعتی از شبانه روز اگر خبر جدیدی به دست ما برسه بلافاصله واسه شما منتشر خواهیم کرد. همچنین اگر گوشتون فارسی هستش روی دکمه مشترک شدن بزنید که بتونید آخرین اخبار رو دنبال بکنید. برای چینا رو من تکرار میکنم به خاطر اینکه خیلی از دوستان و مخاطبهای ما از داخل ایران هستن و یوتیوب در ایران فیلتر هستش. اکثر این افراد از VPN و فیلتر شکن‌های رایگان استفاده میکنن. IP هاشون توسط یوتیوب ربات تشخیص داده میشه و باید کنترل بکنید که سابسکرایب کردید نه یه لایک یا دیسلایک یا یه کامنت بذارید از شر این ربات تشخیص دادنه یوتیوب خلاص میشید. یا لایک بکنید یا دیسلایک که این اتفاق دیگه نیفته، سابسکرایب شما برای همیشه باقی بمونه. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. اما میرسیم به آخرین اخباری که از خانم آزاده نامداری از منابع خبری خودمون دریافت کردیم و گفتم دیگه ابهامات عجیب و غریبی وجود داره و یک اتفاق جالب و عجیب و غریب و اصطلاحاً رائفی گونه نسبت به مرگ مشکوک خانم آزاده نامداری و قتل میترا استاد همسر سابق شهردار تهران آقای محمد علی نجفی. یک تشابه عجیب وجود داره که میگم رائفی گونه است. البته این تشابه هر دوی این افراد یعنی خانم آزاده نامداری و خانم میترا استاد در سن 36 سالگی جان خودشون رو از دست دادن. هر دوتاشون کرد بودن، اهل استان کرمانشاه. هر دوتا این افراد سابقه همکاری با صدا و سیمای کرمانشاه رو هم داشتن و نکته جالبتر این که هر دو این افراد در منطقه سعادت آباد تهران زندگی میکردن و جان خودشون رو از دست دادن. و نکته عجیبتر از اون همین هستش که هر دوتا این افراد در طبقه هفتم برج خودشون زندگی میکردن. خانم آزاده نامداری در طبقه هفتم برج مهستان و خانم میترا استاد در طبقه هفتم برج آرمیتا. و از اون جالبتر این هستش که هر دوتا این افراد در روز هفتم ماه فوت کردن. خانم میترا استاد هفتم خرداد ماه سال 1398 و خانم آزاده نامداری هفتم فروردین 1400. این یک تشابه عجیب و غریب بود. حالا به آخرین اخبار اطلاعات هم خواهیم پرداخت و اونجوری که در رسانه ها و خبرگزاری ها هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داده بودن، گفته بودن که آره مثلا اومدن خبر فوت خانم آزاده نامداری رو اعلام کردن با 48 ساعت تأخیر که این قرارداد 25 ساله‌ای که شبیه ترکمنچای ایران و چین هستش تحت شعاع قرار بگیره و توسط رسانه و افراد پوشش داده نشه و ذهن مردم منحرف بشه. و قبلا هم گفتم بازم میگم مغز انسان میتونه 100 میلیون خبر رو همزمان تحلیل و آنالیز بکنه
و هیچ ربطی نداره. انگار مثلا مغز انسان این خبر رو بشنوه آف میشه، این خبر رو بشنوه آن میشه. نه، اینجوری نیست. مغز انسان میتونه همه موضوعات رو تحلیل آنالیز بکنه. اینو گفتم برای یه سری آدمی که خیلی ادعا میکنن میفهمن و خواستیم ما فهمشون رو ببریم بالاتر که بیشتر بفهمن. اما موضوعی که هستش، آخرین اخباری که از پزشکی قانونی بیرون اومده گفتن که در معاینات ظاهری خانم آزاده نامداری چیزی به اسم بارداری وجود نداشته و ضرب و شتم هم وجود نداشته و چیزی که اونها دیدن در معاینات اولیه پزشکی قانونی این بوده. از اون طرف نزدیکان خانم آزاده نامداری میگن خانم آزاده نامداری 6 ماه باردار بوده، یه عده‌شون هم میگن 8 ماه باردار بوده. بین علما اختلاف هست. تازه جنسیت هم میگن پسر بوده. اما از اون طرف پزشکی قانونی کلا این موضوع رو لغو و کنسل کرده و گفته همچین چیزی نیست. هرچند گفتن که آزمایشات اولیه سمشناسی برای اینکه مشخص بشه خانم آزاده نامداری خودکشی کردن یا به قتل رسیدن یا مرگ طبیعی داشتن هم انجام شده که در طول چند روز آینده این خبر منتشر خواهد شد. اما نکته مشکوک این هستش که در همون دقایق اولیه خیلی سراسیمه رسانه‌ها اومدن گفتن که 48 ساعت بوده که جان خودش رو از دست داده و عدد 48 ساعت رو آوردن و این خیلی مشکوک عجیب و غریب هستش. نه پزشکی قانونی اونجا بوده، نه آزمایشاتی صورت گرفته. چجوری اومدن گفتن 48 ساعت به قتل رسیده؟ هر چند از اون طرف نزدیکان خانم آزاده نامداری و دوستای صمیمیش میگن که صبح همون روز با آزاده نامداری صحبت کردن، شب قبلش با آزاده نامداری صحبت کردن و حرف از 48 ساعت نبود و چند ساعت قبلترش با آزاده نامداری در تماس بودن. از اون طرف پیکر خانم آزاده نامداری به سالن تشریح کهریزک فرستاده شده و زمان تشییع جنازش هم 9 فروردین در قطعه نامآوران عنوان شده. در محل سکونت خانم آزاده نامداری چندین قرص و دارو کشف شده که بردن آزمایشگاه که ببینن که این قرصا رو خورده خودکشی کرده یا چیز دیگه‌ای بوده که هنوز باز هم نسبت به این موضوع خبر دقیقی وجود نداره. از اون طرف مسئولان مصاحبه کردن و گفتن که هیچ گونه اختلافی خانم آزاده نامداری با همسر خودش آقای سجاد عبادی نداشته، ولی همسایه‌های خانم آزاده نامداری میگن که سر و صدا بوده در طول چند روز گذشته و داد و بیداد بوده از تو خونه آزاده نامداری که این خودش مشکوک هستش و گفتن که صبح همون روز یک پاکت نامه به خونه خانم آزاده نامداری فرستاده شده و ایشون تحویل گرفته و این محتویات پاکت هنوز مشخص نبوده و این موضوع رو باز هم مشکوک‌تر میکنه. از اون طرف نکته عجیبی که وجود داره، دوستان صمیمی خانم آزاده نامداری میگن که خانم آزاده نامداری به شدت به دختر خودش گندم وابسته بوده و هیچ وقت تنهاش نمیذاشته، اما به یک باره وقتی که مادر بزرگ همسرش آقای سجاد عبادی میفهمن که حال وخیمی داره، به اصرار به همسر خودش میگه که باید بری به مادر بزرگت سر بزنی و گندم دخترمون هم ببری که یک حال و هوا آب و هوایی عوض بکنه و همسرش و بچهش میرن رامسر و خانم آزاده نامداری میگن که به خاطر یه سری کارهای شخصیش مونده بوده توی خونه که کاراشو انجام بده که این هم یه مقداری موضوع رو مشکوکتر میکنه و گفتن که هیچ گونه اختلافاتی نبوده که در حال حاضر هم آقای سجاد عبادی برگشته به تهران که کارهای تشییع جنازه و اتفاقات دیگر رو رقم بزنه. اما اون چیزی که مشخص هستش، پزشکی قانونی گفته که تا چند روز آینده خبر دقیق از علت فوت رو اعلام میکنه. باردار بودن رو تکذیب کرده. اینا نکاتی هستش که باید بهش دقت بکنیم که در روزهای آینده به دنبال جوابش بگردیم. بارداری رو تکذیب کرده، ضرب و شتم و دعوا رو تکذیب کرده و هنوز خبری از اون پاکت نامه نیستش که چه محتویاتی داخل اون پاکت نامه بوده و اصولاً اون چیزی که نزدیکان خانم آزاده نامداری میگن این خودکشی کمی عجیب هستش. خانم آزاده نامداری که بسیار پرحاشیه بوده و حواشی عجیب و غریبی رو در طول سالهای گذشته داشته. من دیروز پریروز هم داشتم یه البته دیشب بهتر بگم چون این خبر وایرال شده بود، داشتم این حواشی اخیر خانم آزاده نامداری رو بررسی می‌کردم که در روزهای آینده شاید این یک ویدیو رو اختصاص بدم به حواشی اخیر، مثلا اون موضوع
کشف حجابش یا بی‌حجابیش در سوئیس که افراد مختلفی از حسام نواب صفوی و بسیاری از سلبریتی‌ها و خواننده‌ها واکنش نشون داده بودن، حتی امیر تتلو و خیلی از افراد که سعی می‌کنم که همه اینا رو یک دسته‌بندی بکنم. ببینید خانم آزاده نامداری اصولاً آدم پرحاشیه‌ای بوده و بعدش از حاشیه نمی‌اومده. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید برامون کامنت بذارید، نظرات خودتون رو بگید، ویدیو رو هم برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.